درود به مزه تیوپیای عزیز، با من همراه باشین با یکی از اصیل‌ترین و خوشمزه‌ترین و پرطرفدارترین غذاها به اسم قرمه سبزی. برای این منظور من از سبزی خوش استفاده می‌کنم. همیشه روغن رو بذارید داغ بشه، به ازای هر نفر حدود 2 قاشق غذاخوری سبزی خوش رو بریزید، اونقدر تفت بدید تا رنگ اون روغنی که اول ریختین به حالت سبز در بیاد. بعد گوشت رو بریزید، یه تفتی بدین تا رنگ گوشت تغییر کنه، ادویه‌ای که نوشتم اضافه کنین و بعد لوبیایی که از شب قبل یا حداقل 24 ساعت خیس کردین اضافه میکنین. بعد آب جوشیده تا بالای مواد. زمانی که گوشت و لوبیا پخته شد، پرک لیمو و نمکش رو اضافه میکنین، میذارین تا خورش به خوبی جا بیفته. و غذای ما آماده است. نوش جونتون. امیدوارم این غذا رو در کنار عزیزانتون نوش جون کنید. سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، لایک و شیر و کامنت هم فراموش نشه. خدا نگهدارتون.